خب سلام، وقت بخیر، خسته نباشید. امروز اومدیم یه ذره سبزی بچینیم. خب ریحون بود که مقدار چیدیم، این قسمت هم نعنا بود چیدیم و یه مقدار شالا نگه داشتیم که بمونه. اینجا شاهی داریم، شاهی ها رو باید یه ذره کمش کنیم و جون بگیره. ریحون ها رو بچینیم. بر تره است، برگ چوبیدن این شیویدا هست، این ریحون بنفشاست. حالا اینجا سیب زمینی هم هست که حالا اگر قسمت کشی زمینی میسریم اون نعناها هست که به نعنا سفید شالا اینا رو بچینیم. باقالی هم که موجوده، گیاه هم که داره رشد میکنه. سیرار هم که چند روز پیش چیدیم، فیلمشو گذاشتم براتون. و اینکه سیرار رو حالا همه رو پوست کندم، یه سیر ترشی باهاش میشه گذاشت. حالا به مرور اینا رو فیلماشو میذارم که ببینید. حالا اینجا پیازا رو اگر بخواید دقت کنید، این پیازا رو اینجا داره، زیرم پیاز داره که در میره میتونه. یه پیاز دیگه هست، پیاز دیگه برای خوردن نیست. این هست چون دیگه رفته گل بده. این یه پیاز دیگه هست، اونم یه پیاز دیگه، اینم پیاز. این رو بچینیم. اینایی هم که گل داده رو فعلا بهش دست نمیزنم، نگه میدارم تا اینجا هم دارم. اینجا داره، امروز میکاریمش. این دیگه شده، اینم هست. این یه پیاز دیگه هست. اونایی که گل کرده رو یه دسته میزنم، چون که باید طعم من در اینجا رو نگاه کنم ببینم در چه وضعیتی. اینم نمیخوام فعلا، نمیشه باش دست زد. بذاریم اینجا. اینم یه نگاهی بهش میندازم. اینم قابل خوردنه. اما یه چیز دیگه نداریم. حالا بریم برای سیب زمینی ها بخوام بریم سیب زمینی ها رو بیاریم بیرون. این کوچولو کوچولو هاست فعلا. گنده هشون اینه ببین اینجا دیگه هست.